Login accepted. به نام خدا، خوش اومدید به جلسه بعدی. تو این جلسه میخوایم در مورد فانکشن انوشیشن صحبت بکنیم، راجع به دفترچه یادداشت مربوط به فانکشن ها. یه سری توضیحات راجع به داکسترین توی جلسه قبلی یادتون دادم و تو این جلسه میخوام یکم کاملترش بکنیم. حالا تو این مبحث ببینید، زمانی که من دارم یه دونه فانکشن رو توی پایتون تعریف میکنم، اینجا زمانی که مقادیر ورودی رو به اون پاس میدم، مثلا 1 2 3 و اون کد رو اجرا میکنم، شما میبینید که خب به خوبی اجرا میشه. میگه 1 B 2 و C 4، همونجور که ورودی بهش دادم. در نظر داشته باشید من اینو بیام C رو از نوع استرینگ وارد بکنم و کد رو اجرا بکنم. آیا به من ارور گرفت؟ نه، همون 4 رو برای من نمایش داده شد. ولی بعضی مواقع هست من نیاز دارم که به پایتون بگم که نوع ورودی که داری وارد میکنی از چه نوعی باشه. من اینجا میتونم با استفاده از گذاشتن 2 نقطه و دادن نوع داده‌ای ورودی، مثلا اینجوری مینویسم اینم از نوع اینت و این رو هم از نوع اینت در نظر بگیر، یعنی باید ورودی اینتیجر بهش بدیم. زمانی که این رو اینجوری اجرا بکنم کد رو، بازم به اروری نمیخوریم. ولی چه فرقی داره؟ فرقش تو اینه که زمانی که ما بیایم و با استفاده از این شکل ما بیایم اینتیجر بهش بگیم که نوع داده ای چه جوریه، زمانی که ما مثلا ورودی اشتباهی مثل استرینگ بهش میدیم، حالا اینجا به من اروری نمیگیره، چون که میگم این با این پلاگین جدیدی که توی پایچارم هم نصب کردن اینجوریه. ولی در کل زمانی که من اینجوری ورودی بهش بدم، فانک 1 و 2 و 3 رو بهش بدم، حالا اگه حتی این رو عدد بهش ندم، یه حرف بهش بدم، هیچ اروری به من نمیگیره. کلا این ارورشو برداشتم. ولی در کل آره شما ارور میگیره، اون آیدی تون میگه که آره این از نوع در واقع اینتیجر باید می بود، ولی شما مثلا استرینگ داری بهش میدید. یه پارامتر سیافت فانکشن میگه A و B از نوع اینتیجر. ببین الان دیگه توی توضیحات مربوط به تابع اینا اضافه شد که این حتما باید از نوع اینتیجر باشه و میگه از نوع کلاس اینت باشه و آره اینجوری. ولی خب میگم توی پایچارم من الان این رو نشونه. یه مورد دیگه، ولی خب توی صحیح کد زدن حتما این کارو باید انجام بدیم. ما حتی میتونیم ریترن شدن تابع رو هم مشخص کنیم. 2 تا اینجوری میذاریم و یکی از این موارد یه فلش ایجاد میکنیم با یه دونه، البته فکر میکنم آره یه دونه خط فاصله میذاریم و یه دونه از این فلش ها و نوع داده‌ای خروجیش رو هم میتونیم مشخص بکنیم. مثلا بگم این خروجی تابع هم از نوع اینتیجره، یعنی زمانی که من اینجا بیام از ریترن استفاده بکنم، ریترن میکنم مثلا A به اضافه B به اضافه C رو و کد رو اجرا بکنم. الان تازه به من ارور گرفت که آره من نمیتونم 2 تا عدد رو با یه دونه اینتیجر جمع بکنم. ولی در کل الان نوع داده خروجیش رو هم میتونیم مشخص کنیم. مثلا من اینو بزنمش 2 و کد رو اجرا بکنم. الان دیگه من اینو باید پرینتش بکنم. الان اجراش میکنم. نوع داده خروجی رو هم با استفاده از این فلشه باید مشخص بکنیم برای اینکه کد نویسی صحیحی داشته باشیم. البته الان من این چیزایی که اینجا من سینتک بگم all problem رو هایلایت بکنه. هایلایت all problem. خب الان مثلا اگه اینا بذار ببینم الان استرینگش بکنم ارور نمیگیره بهش. نه بازم متاسفانه ارور نمیگیره. این چیزی که قطعش کردم نمیدونم باعث شده که همچین وضعیتی به دست بیاد. ولی خب در کل ما مهم نیست که حالا اینجا برای من توی آیدی این ارور بگیره یا نه، ولی من مهمه که اینجوری کد نویسیمو تمیز انجام بدم. یعنی حتی اینجا میتونم بگم که نوع خروجی، حالا اینا اختیاریه، اینا کاملا اختیاریه گذاشتنشون. در واقع گذاشتنشون به ما کمک میکنه که کد نویسی صحیح تری داشته باشیم. مثلا من اینجا میتونم بنویسم لیست باشه خروجی تابع. پس در نتیجه زمانی که میام
این رو اجرا میکنم از نوع لیست باشه و اجرا میکنم. خب ببینید میگه که من نمیتونم اینا رو با هم دیگه جمع بکنم. حالا اینا ما اشتباه جمع استفاده کردیم، کاما منظورم. و مجددا اجرا میکنم، ببینید که اینجوری عمل میکنه. الان این از نوع استرینگ. یه چیز دیگه، زمانی که من میام اینجوری برای تابعم این رو اینا رو مشخص میکنم، زمانی که من بیام اینو هلپ این تابع رو در واقع استفاده بکنم، یا حتی فکر کنم اگر بیام اینجا و داکیومنتیشنش رو هم اجرا بکنم، نان به من میده چون که حالا هیچ داک استرینگی براش ننوشتم. ولی اگه بیام هلپش رو اجرا بکنم، یه چیز باحالی که هست همین هلپشه. هلپ میکنم فانک رو و نیاز به کال کردنش نیست دیگه. زمانی که اجرا میکنم ببین میگه که آره این تابع این ورودی ها، نوع ورودی ها رو بهت میگه و این خیلی کمک کننده میشه. و زمانی که من خواستم اینجا براش داک استرینگ بزنم، ببین اینتر رو که میزنم خودش برام اینا رو توضیح میده، میگه آره ریترنش از نوع چجوریه، پارامتر A. مثلا میگم که از اینتیجر رو ایناشم مشخص بکنم، دو مجدد اجرا بکنم، برام اینا رو توضیح میده و خب خیلی به روند تمیز کد نوشتن ما کمک میکنه. باز یه چیز دیگه ای که ما توی مبحث در واقع توابع داریم، زمانی که از این چیزا استفاده میکنیم، میتونیم بیایم پرینت بکنیم. چی رو پرینت میکنم؟ فانک رو برای underline animation. حالا کد رو اجرا میکنم. ببین این رو هم داریم که زمانی که این رو اجرا میکنیم به ما میگه که آره A از کلاس اینت، B از کلاس اینت، C از کلاس این ریترن میکنه کلاس لیست. و خب این هم موردی است که خیلی معمولا استفاده میکنیم برای اینکه نوع داده‌ای که داریم به چه شکله. دیگه موردی نیست که براتون توضیح بدم و براتون بتونه کمک کننده باشه و همین چیزا رو می‌خواستم تو این جلسه راجبش بدون ای جایی دیدید براتون سوال نشه. مرسی که تا اینجا ویدیو همراه بودید. تا آموزش بعدی، خدا نگهدار.